تراژدی حفره منچستر. تو نوامبر سال 2005 یوسف لیستر 14 ساله به همراه 10 تا از همکلاسیاش و معلم ریاضیش تصمیم گرفتن غارهای شمال انگلیس رو کشف کنن. غار به 20 ورودیش معروف بود و اعضای گروه تصمیم گرفتن از ورودی منچستر وارد بشن که از یه حفره خیلی کوچیک به یه غار بزرگ وارد میشد. اونا وارد اولین مکان غار شدن که اندازه یه زمین فوتبال بود که ارتفاع آبی که رو زمین بود حدوداً 20 سانت میشد. بعد از رد شدن از اونجا اونا وارد یه تونل شدن که کفش گلی بود. بعدش به یه مکان کوچیک‌تر وارد شدن که به زور همشون اونجا جا می‌شدن و آب جاری روی زمین بود. مرحله بعد تونل باریکی بود که اونا رو مجبور می‌کرد یکی یکی با زور ازش رد بشن که در آخر رسیدن به اتاقک آخر غار. معلم ریاضی آخرین نفری بود که وارد اتاقک شد. وقتی معلم وارد شد یکی از بچه‌ها حسابی نگران بود چون سطح آب خیلی بالاتر از حد معمول بود، چیزی که تا حالا دیده نشده بود. حتی با اینکه هوا سرد بود و بیرون حسابی باد بود ولی خبری از بارون نبود. همشون تو آب سرد وایساده بودن و به زور میتونستن حتی تکون بخورن. آب به سرعت داشت بالا می اومد و به بالای زانوشون رسید. اونا ترسیدن و تصمیم گرفتن که برگردن. معلم ریاضی اولین نفر بود و پشت سرش اعضای گروه یکی یکی داشتن برمیگشتن به اتاقک قبلی. توی لحظه معلم و 9 تا از دانش آموزا توی اون تونل باریک بودن که یه سیل ناگهانی با آب سرد وارد تونل شد. یوسف با 2 تا از دوستاش آخرین کسایی بودن که وارد تونل شدن که دیدن تونل پر از دوستاشونه که دارن تلاش میکنن تو آب خفه نشن. وقتی متوجه خطر شدن دوستای یوسف دوباره برگشتن تو اتاقک آخری که نفس بگیرن، ولی آب تا زیر سرشون بالا اومده بود. پس یه نفس عمیق کشیدن و وارد تونل شدن. این بار راه تونل باز بود که از اونجا رد بشن. الکس و جان تونستن از تونل در بیان ولی یوسف نتونست از اونجا در بیاد. آب همینطور داشت بالا می اومد. الکس میخواست برگرده و به یوسف کمک کنه ولی معلم گفت که بهتره بقیه دانش آموزا رو خارج کنیم. متاسفانه یوسف همونجا تو تونل غرق شد. بعد از اون اتفاق گروه از غار در اومدن و به اورژانس زنگ زدن. آسمون آبی بود و چند تا ابر تو آسمون بود ولی حتی یه قطره بارون هم نمیبارید. بعداً مشخص شد که بادهای شدید باعث بیرون اومدن آب از سد شده بودن. هزاران لیتر آب از سد به رودخونه پایین ریخته شده بود که باعث شده بود آب تو تنها 1 ساعت 2 متر بالا بیاد. این موج آب مستقیما به غار نفوذ کرده بود. معمولاً آب از بالای غار به داخل نشت میکرد ولی اون روز آب سد باعث نفوذ موج قوی آب به داخل غار شده بود که تو چند دقیقه کل غار رو پر از آب کرد. امدادگرا بعد از 20 دقیقه رسیدن. تا اون موقع سطح آب به زیر پاهاشون رسیده بود. اونا بدن بیجون یوسف رو تو تونل باریک قبل از اتاقک آخر پیدا کردن. حادثه اسکار نیلماس. این حادثه روز یکشنبه 22 مارس سال 1959 اتفاق افتاد. اسکار نیلماس که دانشجو آکسفورد بود همراه 7 تا از همکلاسیاش که 4 تاشون عضو انجمن غارنوردی بریتانیا بودن تصمیم گرفتن که به غار پیک کاورن تو روستای کنستلتون برن. نقشه غار شناخته شده بود اما 2 هفته قبلش همون 4 تا غارنورد انجمن یه مکان جدید با عمق 300 متر تو غار کشف کرده بودن. 8 نفر وارد غار شدن. وسایل اونا طناب، فانوس، کلاه ایمنی و لوازم ضروری دیگه واسه غارنوردی بود. بعد از ورودشون به تونل باریکی رسیدن که اغلب بعد از بارون پر از آب میشد. از اونجا به سمت گذرگاه تخت سنگ رفتن که بخش آسونتری بود و میتونستن ایستاده حرکت کنن. بعد از تقریبا 150 متر پیاده روی از دیوار 3 متری بالا رفتن و وارد بخش مرکزی شدن که از اونجا وارد راه تونلی شدن. یه تونل باریک و بلند که تقریبا باید خوابیده از اونجا عبور میکردن. این تونل شامل یه سرازیری و بلافاصله یه سربالایی میشد که باید از توی گل رد میشدن. بالای گودال چشم فقط به اندازه بزرگ بود که به زور یکی از اونجا رد بشه. چالش بعدی یه استخر گل‌آلود عمیق بود که با عبور از اون وارد بخش آستالاگمیت شدن. قسمت وسیع و زیبایی از غار که ارتفاع به حدی بود که راحت بتونن اونجا بایستن. اونا اونجا زمینو کندن و یه شکاف ایجاد کردن که یه تونل که حدوداً طولش رو 1 متر تخمین میزدن پیدا کردن. هیچکس تا حالا کامل وارد تونل نشده اما تخمین زده میشه طولی حدود 40 متر داشته باشه. اونا یه نردبون کوهنوردی 75 متری رو تو تونل قرار دادن و اسکار داوطلب شد که وارد تونل بشه. اسکار حدود ساعت 3 بعد از ظهر وارد تونل شد. بعد از 3 متر اول با اولین چالشش روبرو شد. اون خوابیده باید از اون قسمت باریک عبور میکرد و بعد از 3 متر خزیدن بدنشو چرخوند و نردبون همراه خودش پایین تر آورد. بعد تونل تقریبا عمود شد و حدوداً 5.5 متر ارتفاع داشت.
بخشی که هیچکس تا حالا پاشو رو کف تونل نذاشته بود. اسکار با دوستاش حرف میزد و میگفت که حالش اوکی و هیجان زده پایین‌تر رفت، ولی متاسفانه راه به قدری باریک شد که نمیتونست پایین‌تر بره و تصمیم گرفت که برگرده بالا. متاسفانه اسکار متوجه شد که پاهاش بین سنگا گیر کرده و نمیتونه برگرده بالا. اون به دوستاش اطلاع داد که گیر کرده. دوستاش سعی کردن که نردبون رو بکشن بالا، ولی نردبون بین پاهاش و سنگا گیر کرده بود. اونا طناب انداختن که اسکار رو بکشن بالا، ولی هر بار طناب به لبه‌های تیز تونل گیر میکرد و پاره میشد. بدن اسکار اجازه نمیداد که هوا بهش برسه، پس حتما باید نجاتش میدادن قبل از اینکه اون اونجا خفه بشه. چند تا از دوستاش رفتن بیرون غار که کمک بیارن. تو عرض چند ساعت 100 نفر داوطلب شدن که کمک کنن، که بینشون نیروی هوایی، پلیس و نیروی دریایی انگلستان هم بود. امدادگرا که به محل حادثه رسیدن با مشکل جدید روبرو شدن که اکسیژن داخل تونل به سرعت در حال تبدیل شدن به دی اکسید کربن بود. دی اکسید کربن رو اسکار تاثیر گذاشته بود و شروع به رفتار غیر طبیعی میکرد. شاهدای قضیه میگفتن که اسکار اصلا به امدادگرا کمک نمیکرد و اصلا براش مهم نبود که قضیه چقدر جدیه. حتی به اونا میگفت که برن استراحت کنن. غارنوردای حرفه‌ای به تونل میرفتن که کمک کنن، ولی به خاطر نبود اکسیژن یکی یکی از اونجا در میومدن. 3 تا از داوطلبا هوشیاری خودشون رو از دست دادن. بالاخره یکی از امدادگرا، رام پیترز، تونست یه طناب دور اسکار بندازه. ولی خیلی زود فهمید که این کار فقط وضعیت تنفس اسکار رو بدتر میکنه. نیروی هوایی یک کپسول اکسیژن رو تو تونل خالی کرد که وضعیت داخل تونل یه کمی بهتر بشه، ولی واسه کل قضیه نجات کافی نبود. روز بعد جان بیلی 18 ساله پیشنهاد شکستن استخوان ترقوه اسکار رو داد که راحت‌تر نجاتش بدن، که بازم نبود اکسیژن رفتن توی تونل رو غیر ممکن کرده بود. تا بعد از ظهر دوشنبه که حدود 24 ساعت طاقت فرسا از ماجرا گذشته بود، اسکار هنوز نفس میکشید، ولی بارون شروع شد و کل غار پر از آب شد. وقتی بارون قطع شد، امدادگرا همراهی دکتر وارد غار شدن، ولی صدایی از اسکار نمی اومد. متاسفانه اسکار نفس نمیکشید و مرده بود. روز بعد پدر اسکار دم غار بود و میخواست که جسد اسکار همونجا بمونه تا از کشته شدن بقیه حین بیرون آوردن جسد اسکار جلوگیری کنه. اونا تونل پر از سنگ کردن و اسم بخش آستالاگمات به بخش نیل ماس تغییر کرد. حادثه منیتی اسپرینگز. تو 14 مارس سال 2022 دو تا دوست به اسم ویلیام و هری و پدراشون جورج و جک تصمیم گرفتن برن به پارک ایالتی منیتی اسپرینگز فلوریدا تا تو غار اونجا غواصی کنن. برای غواصی تو اونجا غواصا باید مدرک تخصصی غواصی رو داشته باشن. همینطور حتما باید با کسی این کارو انجام بدن که قبلا تجربه غواصی اونجا رو داشته باشه که به بخش اصلی غار بتونن برن. هر 4 نفر فقط مدرک مبتدی غواصی رو داشتن، نه مدرک تخصصی. سیستم غار منیتی 4 تا ورودی داشت. طول تونل‌های زیر این نقاط تا هزاران متر میرسید. ورودی اول و سوم مناسب ترین ورودی‌ها واسه شروع غواصی بودن. اسم این سیستم سیفون بود، چون آب مثل یه رود از این نقطه وارد میشد و از این نقطه خارج میشد. غواصا معمولاً از این نقطه وارد میشدن و از نقطه بعد خارج میشدن. غواصا باید هر دو رو بلد می بودن و همونطور که گفتم باید مدرک تخصصی غواصی می داشتن. اونا با بی‌توجهی به این قانونا تصمیم گرفتن که مثل بقیه غواصا از نقطه اول وارد و از نقطه سوم خارج بشن. اونا ساعت 11 و 17 دقیقه صبح غواصی رو شروع کردن. هر غواص 2 مخزن هوا داشت که حجمش 3800 PSI بود. همشون 2 تا چراغ قوه و یه ساعت دیجیتال که عمق آب، ضربان قلب و ساعت رو نشون میداد و داشتن. ویلیام و هری اول وارد شدن و پدراشون هم پشت سرشون بودن. جریان آب بهشون کمک میکرد که راحت به راهشون ادامه بدن. بعد از 270 متر اول به خروجی نقطه دوم رسیدن که یه طناب از بالا به یه سنگ بسته شده بود و از بالا نور دیده میشد. این خروجی فقط واسه وقتای اضطراری بود، چون واسه غواصا در نظر گرفته نشده بود و واسه کمپرها در نظر گرفته شده بود. اونا با خروجی سومی که قصد داشتن ازش خارج بشن 215 متر فاصله داشتن. اونا همچنان به راه خودشون ادامه دادن تا به آخر مسیر رسیدن، ولی چیزی از خروجی سوم ندیدن. اونا سردرگم شده بودن و دنبال نور میگشتن که خروجی رو پیدا کنن، ولی هیچی پیدا نکردن. بعد تصمیم گرفتن که همین مسیر رو برگردن و با کمک طناب خودشون رو به خروجی برسونن. تو اون لحظه جورج 3000 PSI تو کپسول خودش هوا داشت که برای خروج کافی بود. با این حال راه برگشت به دلیل جریان مخالف آب خیلی سخت‌تر بود و با توجه به ضربان قلبشون اکسیژن بیشتری مصرف می‌کردن. بالاخره جورج راه خروجی تو نقطه دوم دید و همراه پسرش ویلیام از اونجا خارج شدن. اما با این حال
حال دوستاشون از اونجا بیرون نیومدن و اونا متوجه شدن که مشکلی پیش اومده. ویلیام میخواست واسه کمک دوباره وارد آب بشه ولی جورج اصرار داشت که برن و کمک بیارن. ظاهرا هری و جک اون خروجی رو ندیده بودن و ازش رد شده بودن. در واقع نور چراغ قوه‌شون باعث شده بود که نور طبیعی رو تشخیص ندن و اون خروجی رو رد کنن. اونا همچنان حدود 20 دقیقه به راه خودشون ادامه دادن و دنبال راه خروج بودن. بالاخره هری نور تو خروجی رو دید و با سرعت سعی کرد از اونجا خارج بشه و موقع خروج چراغ پدرش رو دید که دنبالش داره میاد. هری حدود ساعت 12:20 از اونجا تونست خارج بشه که حجم یکی از مخزناش کامل خالی شده بود و مخزن دیگه‌ش هم حدود 1500 PSI حجم داشت. ولی از پدرش جک خبری نبود. ویلیام و جورج تو نقطه اول هری رو دیدن و گفتن ما چطوری خروجی اصلی رو پیدا نکردیم. اونا بعداً فهمیدن که تو خروجی اصلی تنابی مثل نقطه دوم وجود نداشت. همچنین نور سطح زمین هم به دلیل تونل پیچ تو پیچ دیده نمیشد و چون تجربه قبلی از اونجا رو نداشتن نتونستن از جایی که میخواستن خارج بشن. در واقع خیلی از غواصا از نقطه سوم وارد میشدن و از نقطه اول خارج میشدن چون آسان‌تر بود، حتی با اینکه برخلاف جریان آب باید حرکت میکردن. امدادگرا ساعت 12:50 به محل رسیدن و بدن بیجون جک رو دقیقاً زیر نقطه ورودی پیدا کردن. دو تا از کپسول‌های هوایی جک کاملا خالی شده بودن. متاسفانه جک کل راه رفت و برگشت رو انجام داده بود و اکسیژن کپسولاش دقیقاً تو فاصله 10 متری از سطح زمین خالی شده بودن.